سلام، من آنیتا هستم و به کانال من خوش اومدید. امروز میخوام باهاتون در مورد این موضوعی صحبت کنم که فکر میکنم براتون آشنا باشه. مثلا وقتی که دارین نقاشی میکشید با آبرنگ، بعد یه قطره آب بزرگ یهویی میفته روی کاغذتون، یه شکوفه بزرگ و نامرتب روی سطح کارتون پیدا میشه. حالا میخوایم با هم بریم ببینیم چطوری میشه این مشکل رو حلش کرد. پس بزن بریم. وقتی سطح کاغذ نیمه خشکه و یه قطره آب یا رنگ تازه بهش اضافه میکنی، رنگ قبلی به اطراف رونده میشه و یه بافت نامنظم و دندونه دار به وجود میاد. حالا سوال مهم اینجاست، این افکت بده یا میتونیم ازش به نفع خودمون استفاده کنیم؟ اگه روی بخشایی مثل آسمون، صورت یا هر جایی باشه که باید یک نواخت باشه، ممکنه خرابش کنه. ولی اگه بخوای بافت طبیعی توی درخت‌ها، گلا یا زمینه‌های فانتزی ایجاد کنی، شکوفه میتونه افکت فوق‌العاده باشه. اما حالا فرض کن این افکت رو نمیخوای یا اشتباهی پیش اومده و دوست داری درستش کنی. باید چی کار کنی؟ اول از همه بذار اون قسمت کاملا خوش بشه. بعد با یه قلموی تمیز کل سطح اون بخش رو دوباره خیس میکنی و حالا یه لایه دیگه از همون رنگ، فقط یک کم غلیظ‌تر و تیره‌تر از دفعه قبل روش میزنیم. اینطوری رنگ جدید روی سطح مرطوب پخش میشه و اون بافت شکوفه قبلی تا حد زیادی محو یا اصلاح میشه. یادت باشه شکوفه زدن میتونه هم یه اشتباه باشه، هم یه فرصت خلاقانه. همه چی به کاربردش بستگی داره. اگه این ویدیو برات مفید بود، خوشحال میشم لایکش کنی و کانال رو سابسکرایب کنی تا آموزش‌های بعدی رو هم از دست ندی. مرسی که تا آخر با هم بودی. تا ویدیوی بعدی، بدرود.